از دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان. جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمان. به نام نامی میهنم ایران و به نام آزادی. به راستی که در دنیا هیچ چیز سپندینه تر یعنی مقدستر از نام میهنم وجود ندارد و هیچ گوهری گرانبهاتر از آزادی نیست. درود به روان پاک بزرگمرد ادب فارسی فردوسی بزرگ که هویت ایرانی را برایمان پاسداری نمود و به میراث ما درآورد. درود به روان پاک دلیرمردانی که در راه سربلندی و پایداری ایران بزرگ از جان شیرین خود گذشتند تا ایرانمان یگانه و سرفراز بماند. همچنین درود می‌فرستم به تمامی پارسی زبانان، مردم تاجیکستان، مردم افغانستان و هم میهنان ایرانی هم در سراسر گیتی. درود به همه آنان که خود را فرزندان امپراتوری بزرگ ایران برمی‌شمارند، همان مردمانی که روزگاری بخشی از جغرافیای پهناور ایران شهر ساسانیان را در کنار یکدیگر تشکیل می‌دادند و اکنون با اینکه آن جغرافیا از هم گسسته، پیوندشان را همچنان پایدار و مستحکم نگه داشتند. و همچنین درود من به همه شما خوبان و بینندگان بسیار گرامی و ارجمند شبکه جهانی کانال 1 که همکنون بیننده این برنامه هستید. بسیار شادمان و مفتخرم که یک شنبه دیگری از راه رسید و 1 ساعت پیش رو با برنامه از تیسفون تا توس از سری برنامه‌های جنبش نوزایی ایرانی، رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی به همراه شما و در کانون گرم خانواده‌هایتان در سراسر گیتی، به ویژه آنان که در ایران میزبان ما هستند، به سر میبرم. با توجه به بیان برخی از مسائل مهم در چند برنامه گذشته، فاصله بین آنچه که موضوع برنامه یعنی از تیسفون که به بررسی از تیسفون تا توس میپرداختیم و تاریخ پرشکوه ساسانیان رو بررسی میکردیم به وجود اومد. از این بابت از همه شما بینندگان ارجمند پوزش میخوام و اکنون به همراه شما گرامیان دوباره به همان موضوع باز خواهیم گشت. اما پروانه بدهید نخست به شرح کوتاهی درباره آشنایی با جنبش نوزایی ایرانی که نام فرنگی آن رنسانس ایرانی می باشد بپردازم و سپس اشاره‌ای به ریشه‌یابی حوادث روز جهان داشته باشم و زمان باقی مونده رو به زندگی شاهان ساسانی که تا 10مین شاهنشاه این سلسله رو پیش گرفته بودیم و پژوهش و بررسی در رابطه با زندگی اونها رو به انجام رسوندیم، تا آنجا که زمان به ما اجازه بده به این موضوع خواهیم پرداخت. و این صرفاً به این دلیله که اون گروه از بینندگانی که دیرتر به ما پیوستن بیشتر با دیدگاه جنبش نوزایی ایرانی نسبت به تاریخ ایران زمین، به ویژه ساسانیان که آخرین سلسله شاهنشاهان ایرانی پیش از یورش تازیان است، بیشتر آشنا شدند. همونگونه که میدونید ایران شهریان زندگی رو بر بنیاد خردگرایی گسترانده بودند و داد و آبادسازی گیتی رو دستور کار خودشون قرار دادن و به شادزیستی، رواداری، آزادگی و دهشمندی بها میدادن و اونها رو ارزش‌های بالای جامعه انسانی برمی‌شمردند و همچنین بنمایه‌های فرهنگ ایران شهری در نگاه فردی و همگانی دیده میشد که ارج نهادن به جان و زندگی آدمی به انسان بر جایگاه اون از ویژگی ها شد. شما بینندگان بسیار گرامی و
ارجمند رو به تماشای یک ویدیو کوچک که به معرفی و آشنایی شما عزیزان با جنبش نوزایی ایرانی، رنسانس ایرانی و فرزندان فردوسی شما رو با اون آشنا میکنه دعوت میکنم و از همه ایرانیان و فارسی زبانان تقاضا میکنم با پیوستن به این جنبش در رنسانس ایرانی با ما همگام شوید تا این جنبش بتواند با نیرو و توان بیشتری به سوی اهداف میهن پرستانه خود پیش برود. از کارگردان برنامه درخواست میکنم اگر این کلیپ رو آماده دارن برای ما نمایش بدن و با توجه به اینکه این جنبش بیش از 2 سال کارش رو آغاز کرده، اما اکنون میشه گفت که این جنبش راه خودش رو پیدا کرده و با شدت و با همت و همچنین افرادی که دلسوز برای ایران و سرنوشت ایران هستند به کار خودش داره ادامه میده و اگر هم میهنان ما بتونن بیشتر خودشون رو با این جنبش نزدیک بکنن، ما میتونیم بیشتر اهداف اونها رو، در واقع اهداف هم میهنان ایرانیمون رو پی بگیریم و به انجام برسونیم. خواهش میکنم ببینید این ویدیو رو. جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی کوششی است ایرانگرایانه در دامنه اندیشه و منش برای بازسازی و نوسازی فرهنگی جامعه ایرانی. دستاوردها و سرمایه‌های ایران شهری دستمایه ما برای پیریختن یک رستاخیز ایرانی است. این جنبش از آغاز بر پایه فرهنگ سازی سامان گرفته و همین روی کرده بنیادین را در سالهای در پیش پی خواهد گرفت. جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی دارای سازمان یا شاخه سیاسی نیست و در هیچ ائتلاف سیاسی شرکت ندارد. در راستای افزایش کارآمدی و هماهنگی در میان اندامهای جنبش، انتخاباتی در میان همبندان رسمی انجام پذیرفت و شورای سرپرستی جنبش با این کوشندگان برای 2 سال برگزیده شد. شورای سرپرستی به ترتیب حروف الفبا: دکتر سعید احمدی، آروین آدریان، دکتر نامدار بقایی یزدی، مرداویج زیاری، دکتر حسین شهرستانی، امید عطایی فرد و شاهین نژاد. شورای سرپرستی در هماهنگی با هیئت بنیادگذاران بنیاد رنسانس ایرانی می‌کوشد تا جنبش با توان و شتاب بیشتری به سوی اهداف خود پیش رود. هیئت بنیادگذاران به ترتیب حروف الفبا: دکتر شیرزاد ابراهیمیان، شهروز اش، دکتر اردشیر انوشیروانی، آریا صالحی، آرتمیس علی‌آبادی، رامین فرهنگی و بهمن مالیزاده. با پیشنهاد شورای سرپرستی جنبش و همراهی هیئت بنیادگذاران، شاهین نژاد به عنوان سخنگوی جنبش برای 2 سال برگزیده شد. ایرانیاران و فرهنگ دوستان برای یافتن چگونگی همکاری با جنبش و پیوستن به فرزندان فردوسی می توانند به نشانی munshi.renaissance@gmail.com ایمیل بفرستند. خواهشمندیم با اسپل غیرعادی رنسانس در ایمیل توجه فرمایید. پاینده ایران.